حامد زراعتی خسروشاهی، مدیر عامل گروه صنعتی نقش فیلم تبریز هستم. شرکت ما تولید کننده روکش‌های دکوراتیو PVC هستش و همچنین روکش‌های هاتستن. ما اولین شرکتی هستیم که توی ایران و خاورمیانه اقدام به تولید محصولات دکوراتیو هاتستن و روکش PVC کردیم. همونطور که مستحضرید روکش‌های PVC از مواد اولیه پتروشیمی تولید میشه و ارزش افزوده بالایی به محصولات پتروشیمی میده. حالا قبل از ما واردات این محصول خیلی بالا بود. ما برآوردی که روی واردات داشتیم هولوش 240 میلیون دلار طی 2 سال اخیر این محصول وارد کشور میشد. حالا خوشبختانه ما تونستیم قسمتی از این نیاز کشورمون رو تأمین کنیم و با تولید محصول خیلی با کیفیت نه تنها تولید داخل میدیم، ما صادرات هم داریم به کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه CIS و سایر کشورها. مراسم واقعا مراسم خیلی خوبی هست. واقعا برای استان نیازه حتما این مراسمات برگزار بشه. حالا تولید کنندگان جوانی حالا مثل ما واقعا واسمون انرژی میده این مراسم که کارمون رو خیلی پرقدرت‌تر ادامه میدیم. شرکت دیگری که در این بخش در بخش تحقیق و توسعه ازشون برنامه میشه شرکت نقش فیلم تبریز جناب آقای حامد زراعتی خسروشاهی هست.